غالبا رسول صلی الله علیه و سلم یعنی این چیزا نشسته در حالت نشسته این مثلا قضای حاجت میکرد یعنی باول پیشاب مثلا نشسته حالت میکرد. حتی برای همین المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که رسول صلی الله علیه و سلم هرگز یعنی راست ایستاده مثلا یعنی قضای حاجت باول پیشاب نکرده بود. فهمید؟ لیکن از حذیفه رضی الله تعالی عنه یا مغیره ابن شعبه که میبیاد که رسول صلی الله علیه و سلم سبطه قوم برفته یعنی یک جا برفته راست ایستاده پیشاب کرد. برای همین اصل یعنی آدم نشسته مثلا پیشاب میکنه. الا اگر یک جنده باشد مثلا که نشسته مثلا بیمار نشسته نمیتوند پشت مثلا یک گیپسنده یا چی راست ایستاده نمیتواند یا یک عذر دارد و یعنی راست ایستاده هیچ گم نه. لیکن اصل باید که نشسته این کار کند. آب نوشی چی داره؟ آب نوشی هم یعنی بهترش یعنی نشسته لیکن راست ایستاده کنه هیچ که باکی ندارد یعنی. جزاک الله. و انتم فضل